سلام، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو کانال یوتیوب من. آقا امروز اومدم یک چالشی انجام بدم، چالش که آشپزی بکنم توی 5 دقیقه. حالا قراره توی این 5 دقیقه چی درست کنیم؟ تخم مرغ. ما 2 عدد تخم داریم، ببخشید تخم مرغ داریم، چون یک منبع نمک تموم نشدنی برای خودمون پیدا کردیم که قراره باهاش املت درست کنیم. خب همونطور که میبینید گوجه بسیار زیبایی هستش. گوجه آوردی؟ این گوجه رو قراره املت درست بکنیم توی 5 دقیقه. بزن که بریم. اولین کاری که میکنه آقا این یا بکن 5 دقیقه. خب 2 تا گوجه میزنیم. همونطور که میبینی گوجه واسه چی خوبه؟ گوجه واسه چی خوبه؟ بگید. واسه اونجا خوبه. گوجه واسه اونجا خیلی خوبه. قبل هر کاری هم دستاتون رو بشورید. من همین الان از مستراح اومدم. آره من از مستراح اومدم. شماره 2 داشتم. آره گوجه اینجا خوبه درست میکنه گوجه رو. خب به این صورت باید دقت کنید آب گوجه حتما بیاد. آب گوجه نیاد اصلا املت فایده نداره. خب گوجه رو به این صورت نصف میکنی. خوب دارم درست میکنم خدایی. احساس میکنم دارم میدیدم تو املت اینجوری نیست که اصلا املت مثلا که مامان درست میکرد گوجه همه خورد بود له میشد. خب آقا این یک گوجه بگی منو بگی. خب صبر بکن 2 عدد مرغانه داره اینجا میذارم روی این گاز. بریم آقا روغن. گاز چی روشن میکنم. صبر کن روغن بسه. این بعد داغ بشه یه صبر میکنیم. روغن. خب حاجی گوجه حاجی با پوست همینجوری ریختم فکر کنم ریدم مثلا به جان خودم. خب من صبر کنم یا نه بریزم گوجه رو بریزم. خب احساس من نباید برید حالا دارم میریزم دیگه وقت داریم. خب صبر بکن چیکار کنم اول نکرده فلفل هول کردم حاجی. خب صبر بکن این ولی زدم تخمهاش خراب بود. اوکی تخم خدای اینجا نیست به قرآن نیست. اینجا. خب نمک فلفل زرجا بزنم با چی هم بزنم خط میفته من آتش میزنه. صبر کنید چند دقیقه وقت دارم. 1 دقیقه و 58 ثانیه. البته من یه ذره اینجا وقت تلف کردم ولی خلاصه. خب نمک فلفل روغن میبر. نمک فلفل فقط فلفل رو بگی. خواهی مادر فلفل رو دیگه. این از این برگردونه حاجی یه چیز ریدمانی فکر کنم شد جوری. نه میرینم صبر کن. حاجی این چرا اینجوری شده که Oh my God درسته؟ حاجی فکر کنم ریدم. که گوجه خام همون لحظه تخم مرغ اضافه میکنه بهش. حاجی نمک رو بگی. یه زرچو باز کنی نمک داری مثلا؟ نمک داری. نمک رو بگی. وای گاز رو ریدم. من آتش میزنم. من به قرآن آتش میزنم. خب حاجی چند دقیقه وقت دارم. چند دقیقه وقت دارم. وای اگه وقت دارم سر تکون بده. وقت دارم پشت سر نمیگم وقت داری. وای حاجی این آب تو این خیلی بد شده. این خامه خورده گوجه خام با تخم مرغ. حاجی اینجا رو فقط نگاه کن پوست گوجه وای
ولی احساس میکنم خوشمزه باشه. احساس میکنم حاجی به روغن بریزم. احساس میکنم روغن وای تموم شد فکر کنم. منفی خوردیم. حالا ما باختیم ولی خب زیاد من یه چند ثانیه صحبت کرده بودم ولی خب حالا دیگه با آژانس بدید نه آوانس بدید باشید. خلاصه یه تمومه دیگه نه. و الان شروع میکنیم به یادتون باشه همیشه از اینا بگیرم به چی میگن به این چی میگن اگه گفتید تو کامنت ها بنویسید واسم. راستی اگه میتونید لایک کنید کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. اگه سابسکرایب کنید شبا براتون املت درست میکنم. املت من به اصلا من با املتی میذارم. نظر چیه رستوران باز کنم اونایی که من نمیشناسه میدونم. گوجه که مطمئنم ریدم تو گوجه و پوست حاجی. نگاه کن گوجه با پوست اصلا نگاه کن. اپوشانه که داره خورده روزا خیلی بدمزه است. ما قرار بخوریم ببینیم چیه. خیلی داغ حاجی خیلی آتشی میمونه. همین الان خدا شده آورده بخار میگیر میبینی بخار میفته. خیلی بخار داره خیلی گرم حاجی. من احساس میکنم بذار یه دونه اینو خالی بخورم. این دوباره گرم شد دیگه حاجی خیلی. واه حاجی به قرآن مجید گوجه مردی ما و چطور بو میده. به قرآن مجید بو میده. میگه با تخم مرغ قاطی کرده بو میده. وای پشمام ریخته. وای پشمام چی تخم خامه یا گوجه؟ وای حاجی بذار بخورم. بذار تخم بیشتر بریزم. وای حاجی بذار سس بزنم. بذار اینجوری نمیشه خورد. وای حاجی خیلی مزخرفه واقعا مزخرفه. بذار منو بگیر برم دید. اینجوری نمیشه فرو کرد. اینجوری اصلا نمیشه فرو کرد دیگه. سس بزنیم دیگه. سس بر وزنه واقعا یه نفر. سس بر وزنه آره خب ولش کن دیگه. تخم مرغ مزه تخم میده. گوجه که مزه استفراغ بالا آورده میده. گوجه تا نخور. گوجه افتضاح. اگه اصلا بد میاد ببخش. آقا غذا خوبه ولی این گوجه ببین اصلا گوجه یعنی ترشه خام آبپز. مگه من سیگارت کردم آخه؟ سیگارت کردم ها؟ چرا اینقدر رو با من میخونم؟ یعنی مزه واقعا استفراغ میداد. یعنی من حقیقت بگم یعنی خالی کسی نمیشه خورد. خالی کنسله. باز با تومو حالا خوبه آره ولی گوجه بخورید چون برای چیز خوبه. برای چیز آره خودتون میدونید. خلاصه اگر لایک کنید براتون درست میکنم. از اینا هر شب براتون با پیک میفرستم. حالا کار ندارم. خلاصه اگر خوشت اومد خواهش میکنم لایک کامنت سابسکرایب همه چی بذار چون باعث میشه من حمایت بشم و بریم به سمت بالا تا ویدیوی بعدی میبینمتون.